و در آن قسمت از کتاب میگوید ویلدوراند میگوید که بعضی ها اصلا دانشمندان، پژوهشگران، محققین باور ندارند که عیسی بود، این یک اسطوره است، افسانه است. دلیل هم می آورد، میگوید که آیا ما نشانه از عیسی مسیح داریم امروز؟ میگوید من کاری به دینداران ندارم، مسیحیان ندارم، من به زبان علمی میگم، سخن میگویم. میگوید ما بگردیم در میگید اورشلیم، مثلا در فلسطین، چی نشانه هایی مانده از عیسی؟ یک اسطوره است، افسانه است. ما نباید کار کنیم که نشانه های اسلام، پیامبر ما از بین برود. نشانه های صدر اسلام رو نباید از بین ببریم با هر بهانه ای. این که بعضی آمدند قبور صحابه و بعد نشانه هایی که از صدر اسلام مانده است به عنوان نمیدانم شرک از بین میبرند، اینا مرتکب یک اشتباه فاحش میشوند. این جبران ناپذیر این اشتباهات. یک مدتی اگر بگذرد هیچ نشانه ای از پیامبر ما از صدر اسلام نماند، خب 4 تا عالم و دانشمند پیدا شده گفت که آقا این دروغ است، اصلا محمد نبود علیه بالله. خب چیکار خواهیم کرد؟ ما اگر امروز افتخار داره با پیامبرمان و جهانیان میگوییم که این از نشانه های این از قبر پیامبر، این منزل پیامبر و این هم آن مکانی که پیامبر جنگیده است. مثلا من در همین حجی که سال گذشته انجام دادم، خب بعضی جاهایی که در مدینه در یک جایی بود، اون راهبلدی ما گفت که اینجا خندق بود که دولت سعودی این را الان به یک زباله‌دان دارد نیست میکند. ما پرسیدیم خب چرا این کار رو میکنه؟ گفت خب اینجا مردم جمع میشدند و عبادت میکردن مثلا اینا. خب بعضی از علمای وهابی گفتند که خب این شرک است، باید این نشانه ها رو از بین ببریم. خب این خطاست، این اشتباه است. کسی چی کارایی هست که بعضی ها میکنند؟ نباید ما کاری کنیم که نشانه های اسلام از بین رود. بعضا انسان جیگرش خون میشد این کارها رو دیده. تمام قبور صحابه و امامان و نشانه های اسلام از بین بردند این دولت با فتوای 4 تا عالمی وهابی. خب چیکار میکنند اینا؟ میخوان اسلام رو از بین از ریشه نیست کنند، یعنی هیچ نشانه از دین ما نماند. خب چیکار میکنند؟ چند صد سال دیگر یک نفر پژوهشگر پیدا شد و گفت که آقای محمد شما علیه بالله دروغ بود. چی میگویید شما؟ خب قرآن رو اگر نشان بدهید میگن که خب همونطوری که مسیحیت انجیل رو نشان میده شما هم قرآن رو نشان بدهید. ما علائم باید داشته باشیم، نشانه داشته باشیم. کسی اونجا یک کاری بدعت آمیز شرک آلود بکند باید پیش راهش گرفت، اما نباید اصلی بنا رو از بین برد که این خطرناکه. مطلب دیگر این که ابن اسیر میگوید خب بعضی از کارها هستند که اصلا در زمان پیامبر نبود و ما لم یکن له مثال موجود، تو زمان پیامبر نمونه از آن نداشتیم. کنوع این من الجود و السخا و فعل المعروف، یک نوع مثلا دستگشادگی، یک کاری سخاوتمندانه یا یک کاری نیکو، اینا همش افعال محموده هستند. خب فرض کنید در یک نزد یک مردم، یک ملت یک کاری هست، کاری خیلی خوبه و ما هم از اونها این کار را به تقلید از آنها انجام میدیم، کاری خوبه، این هم بدعت نیست، اما با یک شرط که خودی جناب ابن اسیر هم گفته است که ولا یجوز ان یکون ذلک فی خلاف ما ورد الشرع به. اگر این کار برخلاف آنچه که شریعت دستور داده است، یعنی برخلاف دستورات شرعی، اگر برخلاف اون نباشد این کار هم بدعت نیست، این کار خوب است. فرض کنید مثلا امروز بعضی ها میبیان بیمارستان میسازند،
کار خیر است، خوب است. با نام خودشان بیمارستان میسازند، با عنوان یک باقیات و صالحات پس از اونها میماند. مگر بد است؟ نه. ابن اسیر میگه این هم بدعت نیست و دلیل می آورد، میگوید که این که پیامبر فرموده اند من سنتا حسنه، یک کسی یک عادت نیکو و پسندیده ای را پایه‌گذاری کند، له اجرها و اجر من عمل بها، پاداش این کار بر او خواهد بود و حتی کسانی که این کار را انجام میدن پاداش آنها نیز برای این شخص خواهد بود. خب مثالش همین یک کاری است که زمانی پیامبر نبود، زمانی صحابه نبود و کاری خوب، اما امروز ما اون را پایه‌گذاری کردیم. این ربطی به عبادت ندارد، ربطی هیچ ارتباطی بود، اما یک کاری خوب است. این هم بدعت نیست، خوبه. این بدعتی حسنه است، بدعتی نیکوست. توجه هستی؟ مثلا خیلی از بدعت‌های نیکو هست در این جهان که ما باید آنها دستگیری کنیم. مثلا در دنیا یک سازمانی هست، مثلا فعال است، سازمانی مثلا حقوقی بشر. این یک سازمانی بین المللی است، از هر کسی که حقش پایمال می شود در هر کشور و دولتی نباشد از او دفاع میکنند، حمایت میکنند. خب این یک عملی است که زمان قبلا نبود و بدعت است مثلا، اما بدعتی حسنه است، کاری خوب است، باید این را دستگیری کرد. البته این سازمان ها بعضی کارهاشون دروغ است، یعنی دروغ میگن حقوق بشر. من میگم اصل این کار کاری خوب است. اگر این سازمان آلوده به بعضی سیاست و دستورات بعضی در تحت امری بعضی از ابرقدرت ها نباشه، خیلی سازمانی خوب است. و در برابر این هر کسی بیاد یک بدعتی بده را پای ریزی کند و چی خواهد بود؟ گناهگار خواهد بود. توجه هستی؟ من نباید به بهانه مبارزه با بدعت چیزهایی که خوب است با اونها مخالفت کنیم. این بود پاسخ برادری عزیز من.